سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه ها داخل این ویدیو میخوام تمام تغییرات سیزن جدید رینبو یعنی سال دهم سیزن چهارم رو بهتون توضیح بدم. فقط قبلش بگم رسیدیم به 100 تا ساب. دم تک تکتون گرم، ممنون بابت حمایتاتون و به مناسبت 100 تایی شدن چنل میخوام یه تورنمنت رینبو بین ویورا برگزار کنم با جایزه 500,000 تومان برای نفر اول و اینکه شرایط خاصی هم نداره و هر کسی دوست داشت شرکت کنه داخل دیسکریپشن آیدی تلگرام میذارم به پیام بده. اولین و مهمترین تغییر ریورک اپراتور تچر هست که EMP رو ازش گرفتن و EGS دیسراپتور رو بهش دادن که یک لانچر به همراه اسکنر هست که به شما پشت دیوار ابیلیتی های الکترونیکی رو نشون میده و شما با استفاده از اون میتونید ابیلیتی های الکترونیکی رو پشت دیوار ببینید، انتخاب کنید و با استفاده از لانچر اونا رو EMP و غیر فعال کنید که به مدت 15 ثانیه غیر فعال میمونن و این لانچر 6 تا چارج داره و بعد از هر شلیک نیاز به ریلود کردن داره. تغییر دوم اضافه شدن یه DMR جدید به بازیه به نام PMR 90A2 که دمیج و قدرت تخریب بالایی داره ولی هنوز عدد دقیق اعلام نشده و قراره به اپراتورهای هیبانا، ناک، تچر و کپیتا اضافه بشه و تچر قراره اولین اپراتوری باشه که 4 تا تفنگ اصلی داره، L85 AR33 M59 و DMR جدید که اسمش PMR هست رو داره. تغییر بعدی در مورد اپراتور میوت هستش که جمرهای میوت از این به بعد مثل EMP عمل نمی‌کنن و تمام ابیلیتی های الکترونیکی رو غیر فعال نمی‌کنن و فقط جلوی عبور سیگنال ها رو میگیرن. یعنی شما مثلا یه ترمایت میذارید روی دیوار، یه سیگنال باید ارسال بکنید تا ترمایت فعال شه و میوت از این به بعد فقط جلوی عبور سیگنال ها رو میگیره و ابیلیتی الکترونیکی رو غیر فعال نمیکنه. این یعنی اینکه میوت از این به بعد نمیتونه ابیلیتی ایس رو مهار کنه چون ابیلیتی ایس خود به خود فعال میشه و نیاز به ارسال سیگنال نداره و میوت از این به بعد فقط جلوی عبور سیگنال ها رو میگیره. میوت از 1 اسپید و 3 آرمور تبدیل شده به 2 اسپید و 2 آرمور و شعاع و برد جمرهاش هم بیشتر شده. ابیلیتی آرونی هم تغییر کرده به طوری که وقتی که EMP و غیر فعال میشه بعد از اینکه تایم EMP تموم شد شما باید دوباره شلیک کنید تا اون فعال شه، مثل قبلا نیست که خود به خود فعال شه، باید شلیک کنید تا اون دوباره فعال شه. تغییر بعدی در مورد اپراتور کسل هستش. از این به بعد پنل‌های کسل میتونن توسط اپراتور کید برقی بشن و اگه برقی باشه یعنی اینکه بریج چارج، هارد بریج و حتی ابیلیتی اش هم روش تأثیری نمیتونه داشته باشه اگه برقی باشه. تغییرات بعدی در مورد بریچرها هستش که ترمایت 2 تا تغییر داشته. اول اینکه ابیلیتیاش از 2 تا میشه 3 تا و یه شاتگان به تفنگای سکندریش اضافه میشه. موریک قراره 3 تا تغییر داشته باشه. اول اینکه ابیلیتیش دیگه نیاز به ریلود شدن نداره، دوم اینکه فرگرینت قراره بهش اضافه باشه، سوم اسلحه ریپر مارک 2 یا همون پیستول قراره به سکندریاش اضافه بشه که به نظرم خیلی تغییر خوبیه. ایس قراره 2 تا تغییر داشته باشه. اول اینکه سرعتش کم میشه، از 2 آرمور 2 اسپید میشه 1 اسپید و 3 آرمور. دوم اینکه استان گرینید قراره به ایس اضافه بشه که خیلی ایس رو میتونه قوی تر کنه. تغییرات بعدی در مورد اپراتور هیبانا هستش که اولین تغییر اینه که قراره کلیمور به این اپراتور اضافه بشه. دوم اینکه ریکویل اسلحه اصلیش کمتر شده. سوم اینکه ابیلیتیش دیگه نیاز به ریلود شدن نداره بین شلیک ها و در آخر قرار اسلحه جدید یا همون PMR به تفنگای اصلیش هم اضافه بشه. در صفحه ای اسپورت هم یه سری تغییرات داریم. تغییر اصلیش اینه که میتونید شما از این به بعد پیش بینی کنید بازی‌ها رو و اگه درست پیش بینی کنید آلفا پک و اسکینای بهتون تعلق میگیره. تغییر بعدی در مورد مچ میکینگ های رنگ هستش که از این به بعد علاوه بر این که بر اساس هایدن اسکیل یا مهارت‌های پنهانیتون که برای هر پلیری عددی داره بخواد براتون مچ میکینگ کنه، رنگ الانتون هم داخل مچ میکینگ تاثیر میذاره که نزدیکترین پلیر به شما بیفته. و اگه چند نفر داخل یه اسکواد باشن بر اساس بالاترین رنگ داخل اسکواد مچ میکینگ میکنه و به نظرم اگه این درست کار کنه و خوب باشه، خوب کار کنه، خیلی میتونه کوپر بازی رو کمتر کنه. تغییر بعدی در مورد بخش تمرینی بازی هستش. از این به بعد داخل بخش مپ ترینینگ هدفها همه جای مپ هستن، حرکت میکنن، تیر میزنن و حتی میتونن شما رو بکشن و اینکه شما خیلی سریع اسپام میشید و هر لحظه میتونید اپراتور و لوداتتون رو تغییر بدید که بتونید بهتر تمرین کنید. تغییر بعدی در مورد مود فیلد ترینینگ هستش که یارهای ربات قراره به بازی اضافه بشن، هم برای دیفندر هم برای اتکر، که شما بتونید یک بازی 5 به 5 کامل داشته باشید ولی خب با ربات ها.
تغییر بعدی اضافه شدن مینی مپ به مدل تمرینی بازیه که شما میتونید فعال کنید و بهتون نشون بده که پله ها، هچ ها، دوربین های بازی کجا هستن که با مپ بهتر آشنا شید. تغییر بعدی قراره یه مود جدید اضافه بشه به نام تستینگ گراند که داخل اون اولین چیزی که قراره تست بشه اسپید و آرمور اپراتورها هستش که شما میتونید برید داخل بازی هر اپراتوری که میخواید رو بیارید و آرمور و اسپیدش رو خودتون تنظیم کنید و باش بازی کنید که با کدوم راحت ترید و میتونید اینا رو به یوبیسافت هم اعلام کنید که داخل همون بخش یک QR کد در پایین صفحه است که اونجا میتونید بهشون اعلام کنید که چه تغییراتی میتونه خوب باشه. تغییرات بعدی در مورد تغییرات مپ هستش که اولین تغییر در مورد مپ فورترس هستش که هم ریورک شده هم قراره به مپ های رنک اضافه بشه. تغییراتی که مپ فورترس داشته بالانس شدن بمب سایدها و راهروهای خیلی زیادی که داشته و کم بودن راههای ورود برای اتکراست که ریورک شده که کورتیارد وسط مپ تبدیل به یکی از راههای ورودی اتکرا شده و تغییر کرده. 2 تا اتاق به بازی اضافه شده، راهروهای طبقه دوم ریورک شدن و تغییر کردن و همچنین مپ فورترس قرار به مود پرولیگ هم اضافه بشه و از این به بعد داخل مود پرولیگ هم فورترس رو داریم. تغییرات بعدی در مورد مپ های تمپارک و اسکای اسکرپر هستش که مدرنیزه شدن و تغییرات گرافیکی و نوری زیادی داشتن مثل مپ بوردر که سیزن قبل ریورک شد. خب بچه‌ها این بود از تغییرات سیزن جدید رینبو. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و ساب یادتون نره. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.